دغدغتون اینه که اتاق پوستتون رو با چه دستگاه‌هایی تجهیز بکنید. دستگاه میکروکارنت N95 یک دستگاه قابل حمله که با عنوان دستگاه میکروکارنت چمدانی هم شناخته میشه. برای چی پیشنهاد میکنم که اینو توی اتاق پوستتون داشته باشیم؟ به دلیل اینکه این دستگاه برای افرادی که میخوان کانتور صورت داشته باشن، رفع قبقب بدون تهاجم داشته باشن عالیه. اگر کسی پف زیر چشم داره، چروک دور چشم داره، استفاده از این دستگاه به شدت براش توصیه میشه. افزایش خون رسانی که ایجاد میکنه میتونه کلاژن و الاستین پوست رو خیلی زیاد بکنه و پوست لیفت بشه. در کل دستگاه میکروکارنت چمدانی یا N95 یک دستگاه با قیمت بسیار مناسب و بسیار پرکاربرده. حتی توی بدن هم ازش استفاده میشه برای کاهش سایز، برای رفع سلولیت و برای افزایش خون رسانی که در نهایت سلول های چربی از بین برن یا بافت سلول هایی که سلولیت شدن زودتر از هم بشکنن. شرکت سبارا طب این دستگاه رو به صورت نقدی و به صورت اقساط میفروشه و مرجع فروش اون میتونه سایت sabarashop.com باشه یا میتونید از طریق دایرکت این پیج با خودمون در ارتباط باشید.